حسین آقای مهربان رحمت الله الواسع بیچاره کرده این تیکه منو. نمیخواستم امشبت بگم ولی دیگه یا شاید ندیدیم هم دیگه رو. میزدنش دعاشون میکرد. بابا میمدن تو گودی قتلگاه سرشو ببرن. نگاه میکرد گفت میخوای همنشین جدم رسول الله بکنم. یه کاری به حسین کردم دیدی میگه یه جوری میزنم راه خونتون رو گم کنی. یه جوری زدن راه خیمه ها رو گم کرد.